بهداشت دام اومدن سرکشی از دامپروری مسعود. گفتن آقای ساکی شما به گوسفنداتون چی میدی بخورن؟ گفت والا روزنامه کهنه و پوست هندونه و خربزه و 5 میلیون تومان جریمه‌اش کردن. رفتن 6 ماه بعد اومدن گفتن آقای ساکی به گوسفندات چی میدی؟ گفت والا بهشون چلو مرغ میدم، چلو گوشت و این حرفا. چنجه باز 5 میلیون تومان جریمه‌اش کردن. رفتن 6 ماه بعد اومدن گفتن به گوسفندات چی میگو؟ به خدا قسم به خودشون پول میدم، میگم هر چی میخوان بری خودتون بخرید. باشه دیگه کاری نداره. من خودمم نه خاطره، مزرعم نه پنجره، من یه هوای تازه ام داره نکاس هنجره. خجالت میکشم خدای آقای حمید آقای فولادی. حمیدم لذت میبره. یه روز حمید فولادی اومد خونهشون، دید خانومش نیست. استرس تمام وجودش رو فرا گرفت، داشت از شدت نگرانی دیوانه میشد، همه جا رو گشت. بعد یهو یادش اومد هنوز ازدواج نکرده، مجرده. خیلی پسر دوست داشتنی، مربوط به حیایی، واقعا دوستش دارم حمید فولادی رو. بله، به افتخار و سلامتی. یعنی واقعا من مردای با مرامو دوست دارم، یکی مثل خودت که خیلی مرام داره. مرد مخصوصا اون مرد با مرامی که ایشون میگه منم بگو. کیه اون ایشون؟ اون کی هست؟ ایشون شما نمیشناسی ایشونو؟ خیلی ساده تر از اونی به نظر میرسه که بخواد مسئولیتی تو این برنامه داشته باشه. به جون خودم انتقام 30 شبو داری میگیری. نه جدی، من فکر کردم حسن چایتونو میریزه ایشون. 30 شب. چون پایین که بودم صف دستشویی وایساده بود، تفلنگ نوبتش هم نمیشد. یاد اون حرفی افتادم از مسعود ساکی، میگه اگه دقت کرده باشی جدی ترین چهره ها رو اون افرادی دارن که صف دستشویی وایسادن. دیدی؟ اصلا هم باهات شوخی نداره، فقط میخواد نوبتش بشه. خیلی عجیب غریبه واقعا. و واقعا مشخص میشه انسان متواضع و دوست داشتنی. حالا که اینقدر خوب هستی چای بریز بیار واسه ما دیگه، اینقدر تعریف کردیم ازت. زنده باش. قول میدم با 2 تا قند کارو یه سره کنم. خب رسالت بوذری اونجایی که من میشناسمش از بچگی عاشق کارتون بود، کارتون زیادی رو نگاه میکرد، مخصوصا پیگیر فیلم کارتونی یوگی و دوستان بود. و به جون خودم تو شبیه جان کوچولو هستی. اوی چی کار داری میکنی؟ نه شبیه داروغه است. تو دقت کردی؟ برم که شما رو نبینه. شما میری داری میای، وقتی میری انگار داری میای، یه جوری هستی، ابعادت مشخص نیست، آدم میمونه در سن تو. اما رسالت خودش میگه من بیشترین کارتونی که دوست دارم کارتون خرماست، چون خیلی لذت میبره از کارتون خرما. چون ببخشید الان این کانال چنده اومدیم ما برنامه 2؟ من عاشق کانال کولرم به جون خودم، به شرطی که این باباها خاموش نکنن. هی میان کولر و اینجا کولر زیاده اما همشون خاموشه، معلومه که باباها اون پایین نشستن و کولرها رو خاموش میکنن. بله من یه چیزی میتونم کوچولو فقط بگم. ما یه سری حرفای بداهه زدیم اینجا، بچه‌هایی که اینجا هستن مهمانان عزیز خندیدن. ما در آینده قرار در 22 مرداد ماه در تالار بزرگ کشور شب بزرگ خنده رو داشته باشیم. یه بار داشتین مثلا؟ آره یه بار داشتیم، خیلی موفق‌آمیز بود. این بار هم داریم انجام میدیم با حضور 4-5 هزار تماشاچی. به اینا میخوان بیان، دوستانمون قراره بیان تو. نه غلط کردم، چیزه شما باید بلیط بخرین بیاین مجانی. آقای حسن ریوندی، اختتام کار از آن شما. اختتام چی؟ آخر کار از آن شما. از آن خودت من نمیخوام. من خداحافظی کردم، خدا حافظ. این شما و این حسن ریوندی. رسالت کی به سید خاندان میرسی؟ یه دست قشنگ به افتخار دختر گلم، خوش اومدی. چی؟ اینقدر باحالی یعنی؟ یه چای دیگه بریز پس اگه اینجوریه با هم بخوریم. یه لطیفه بگم از طرف رسالت. یادت این لطیفه رو چندین سال قبل برای من گفت. یه آقایی که خانمش فوت شده بود، 2 تا بچه داشت، با یه خانمی که شوهرش فوت شده بود و اونم 2 تا بچه داشت ازدواج کردن. اگرچه خیلی ها منشون کردن به خاطر این، گفتن اصلا جواب نمیده، خوب نیست، و خودشون هم بعد از ازدواج صاحب 2 تا بچه شدن. یه روز این آقا اداره بود، این جوک از طرف رسالت ها، من خودم جوک زیاد بلد نیستم. این آقا اداره بود، خانمش زنگ زد گفت مرد کجایی، پاشو بیا خونه که بچهای تو و بچهای من بچهای ما رو کشتن. نه دعوا شده خونه. وقتی که یه چیزی توصیه میشه باید به حرفشون گوش بدن. الان چند وقت شما ازدواج کردین؟
شما چیکار داری به این کارا؟ شما 2 دقیقه بیشتر وقت نداری. 2 دقیقه بیشتر وقت نداری. میخوام اون خاطر فامیل آقا چی بود که چای میریزه اونجا؟ خیلی استاد پیام ابراهیم پور. آقا پیام ابراهیم پور برنامه حواستون باشه شما آخر کارم با ایشون کار دارید. بعد هیچ کاری با کسی نداره، از این پشت خرپشته فرام میکنم میرم. بله ایشون تازه نامزد کرده بود، بخواد نامزدش زنگ زد گفت عزیزم من ساعت 5 بعد از ظهر میام دنبال در خونتون، 2 تا بوق که زدم سریع آماده شو بیا پایین بریم با هم دور دور. نامزدش با خوشحالی گفت مگه ماشین خریدی؟ گفت نه بوق خریدم. خب یه دقیقه دیگه باز من خداحافظی کردم. میدونم مردم حسن رو خیلی دوست دارن. خداحافظ تا فردا شب. بقیه وقت من از آن آقای ریوندی. خب منم دیگه کم کم خداحافظی کنم. من تشکر بکنم از سید مسعود حسینی، دوست بسیار خوب بنده که توصیه کردن به جناب آقای علی پور ابراهیم پور. خیلی فامیلی سختی داری آقای ابراهیم پور. پورشو بردار. بله گفتن که ایشون خیلی توصیه کردن به آقای ابراهیم پور که من یه رفیق دارم با مزه است میتونه بیاد تو برنامه شب نورانی. گرفتی ما رو. نه جونه شب‌های روشن چه فرق بالاخره اینجا چون پروژکتور زیاد هست من فکر کردم نورانیه این شب‌ها که واقعا هم شب‌های نورانی هست. تشکر کنم از سید مسعود حسینی بنده رو قابل دونستم به برنامه خوب و قشنگ شما دعوت کردن. بسیار من به تبریک میگم میان مجریانی که در عرصه کارهای معنوی فعالیت دارن به خاطر داشتن استایل بسیار خوب و نوع اجرا زبان زد خاصه هم هست. اجرای بسیار متین و دوست داشتنه تو دوست دارم. ان شاء الله که خداوند بهت عزت و روزافزون عنایت کنه. تشکر میکنم از همه مهمانانی که قدم رنجه کردن به این برنامه قشنگ اومدن و باعث شدن که این برنامه از رونق خاصی برخوردار باشه. حمید فولادی یه جمله‌ای تو همیشه میگفتی این کاری که ما میکنیم ادخال سروره و ادخال سرورم همه میدونن که چقدر توی فرهنگ معنوی ما راجع بهش حرف زده شده و فضیلته. ممنونم از اینکه شادی رو به دلهای مردم زنده باشید. درود بر شما. برای شادی که شما فرمودین ببینید ما در دین مبین اسلام احادیث بسیار ارزنده‌ای داریم که توصیه شده به شاد کردن مؤمنین توسط همدیگه. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم میفرماید هر کس دل مؤمنی را شاد کند من را شاد کرده است و هر کس مرا شاد کند خداوند بزرگ را خشنود نموده است. ان شاء الله که همه ما بتونیم به این حدیث ارزشمند عمل کنیم و همواره همیشه دل همدیگر رو به دست بیاریم و همدیگر رو شاد کنیم. ممنونم از حسن ریوندی. به افتخار حسن ریوندی. متشکرم. به افتخار خودتون. شبتون قشنگ. همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. خدا حافظ. خدا حافظ.